بهره‌وری راه اصلی مدیریت زمان و مسئولیت. اگه فکر میکنی هر چی تلاش میکنی نتیجه کمی میگیری و به اون چیزی که میخوای نمیرسی، این ویدیو برای توه. نکته اساسی که خیلی هم راحته، آخرین موردیه که بهتون میگم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین. بهره‌وری به صورت‌های مختلف تعریف میشه، اما در تمامی تعریف‌ها به یک نقطه مشترک یعنی افزایش کارایی و اثر بخشی میرسیم. ولی به این نکته باید توجه کنیم که تغییر و افزایش کارایی یا اثر بخشی به تنهایی نمیتونه منجر به افزایش بهره‌وری بشه و باید افزایش کارایی و اثر بخشی به صورت همزمان و هماهنگ باشن. دویت آیزنهاور، یکی از بزرگترین رئیس جمهورای آمریکا، میگه شادی واقعی در بهره‌وری واقعیه. یعنی اگه شما بهره‌وری بالایی داشته باشین، جدا از این که به موفقیت‌های درخشانی میرسین، اساساً یه شادی درونی عمیق رو هم تجربه خواهید کرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در حوزه رشد بهره‌وری به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم هست، جعبه آیزنهاوره. بریم سر وقت این جعبه ببینیم چه چیزهایی برای رشد بهره‌وریمون داره. وقتی که شما ذهن شلوغی داشته باشین، بهره‌وریتون هم به شدت پایین میاد. نمیدونم تا حالا براتون اتفاق افتاده که کیسه زباله جارو برقی رو خالی کرده باشین یا نه؟ وقتی این کیسه زباله پره، عملکرد جارو برقی به سمت متوسط میره. اما وقتی کاملا خالیه، عملکرد همون جارو برقی در همون وضعیت سابق به شدت بالا میره. انگار میخواد همه چیزو ببلعه. ذهن هم کاربردی شبیه به این داره. وقتی پر از کارهای انجام نداده و نصف نیمه باشه، عملکردش پایین میاد. اما وقتی ذهن رو خالی کنیم، درست مثل همون جارو برقی خالی شده، قدرت مکش وحشتناکی پیدا میکنه و خیلی عالی عمل میکنه. جعبه آیزنهاور در واقع به شما کمک میکنه تا ذهنتون رو از کارهای ریز و درشتی که انجام دادین یا میخواین انجام بدین خالی کنین. این ایده آیزنهاور دست کم در مورد خودش حسابی جواب داد. با وجود اینکه یه رئیس جمهور پرمشغله، یه ژنرال 5 ستاره و رئیس دانشگاه کلمبیا بود، اما هم بهره‌وری بالایی داشت و هم وقت برای تفریحاتش کنار میذاشت. این تکنیک بالاترین نمره بهره‌وری رو کسب کرده. پس با دقت گوش کنین. شما کارهای زیادی دارین که غالباً تو ذهنتون هستن. بهترین راه اینه که چیزی رو به ذهن نسپارین و تا میتونین همه چی رو روی کاغذ بنویسین یا توی برنامه‌های مدیریت زمان گوشیتون وارد کنین تا ذهنتون خالی بشه. حالا که به دفترچه یا لیست کارهاتون مراجعه میکنین، متوجه میشین کارهاتون یکی از این 4 مدل هستن. یا ضروری و مهمن که در این صورت باید سریع انجام بشن، یا غیر ضروری ولی مهمن که میتونین به آینده موکول کنین، یا ضروری و غیر مهمن و میتونین به دیگری واگذارش کنین، یا غیر ضروری و غیر مهمن که به راحتی میشه حذفشون کنین. در واقع کلید واژه این تکنیک 2 کلمه ضروری و مهمه و انواع ترکیب این دو باعث میشه تا ببینیم کارهایی که باید انجام بدیم از کدوم مدله. به عبارت دیگه، تو جعبه آیزنهاور هر کاری که پیش روی توه یکی از این 4 سرنوشت رو خواهد داشت. انجام بدین، تصمیم بگیرین در آینده انجام بدین، به دیگری واگذار کنین، حذف کنین. یعنی شما با این سیستم از پیش طراحی شده به سرعت با کارها روبرو میشین تا تکلیفشون رو روشن کنین. توجه داشته باشید بخش بزرگی از بهره‌وری تصمیم گیری واضح و بدون ابهام درباره وظایف و اولویت هاست. اما هم اینجا و هم کلاً در عرصه مدیریت زمان یه نکته طلایی وجود داره. این که از کجا باید بدونیم کارهای مهم ما چه کارهایی هستن. غالباً میدونیم کارهای ضروری ما چه مواردی رو تشکیل میدن. اما باید در نظر داشته باشید که به برنامه ریزی برای زندگیتون هم بستگی داره. یعنی طبق هدف یا اهدافی که برای خودتون تعریف میکنین میتونین تشخیص بدین کارهای مهمترتون کدوما هستن. در واقع جعبه آیزنهاور ذهنتون رو درست مثل کیسه جارو برقی از اضافات خالی میکنه و چنین ذهنی به شدت میتونه قدرت مکش و بهره‌وری بالایی داشته باشه. تصور کنین در ذهن شما 10 ها یا 100 ها کار و هدف وجود داره که مدام فکرتون رو مشغول نگه میداره. چنین ذهنی واقعا نمیتونه آسوده خاطر باشه و بهره‌وری بالایی داشته باشه. اما وقتی که این کارها رو روی کاغذ یا برنامه موبایلی پیاده سازی میکنید،
عملاً یک ذهن راحت و خالی خواهید داشت و بعد از اونم نوبت مرحله تعیین تکلیف برای کارها میرسه. متاسفانه بخش اعظم مشکلات در بهره‌وری از این ناشی میشه که خیلی از کارهامون رو تعیین تکلیف نکردیم و دقیقاً نمیدونیم باهاشون چه کار کنیم. همین تردیدها و تعلیل‌ها به شدت باعث پایین اومدن بهره‌وریه. نکته مهمی که در این تکنیک وجود داره ارزش حذف کارهاست. واقعاً اگه خیلی از کارهای غیر ضروری که دارین رو حذف کنین چی میشه؟ اگه جوری باشه که مشکلی برای زندگی و کار آینده‌تون پیش نیاد، در این صورت بهتره که حذف بشن. یعنی لیست هاتون فقط حاوی کارهایی باشن که به شدت مهمن و عدم انجامشون براتون عواقب دردناک و سختی دارن. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده لایک کنین و بیاین که با هم بریم برای موارد بعدی و گل طلایی این ویدیو. یه نکته طلایی ترم هست که دکتر استفان کاوی نویسنده کتاب 7 عادت مردمان مؤثر مطرح کرده. اینکه برای داشتن یک زندگی به شدت موفق باید تمرکزتون روی کارهای مهم باشه. وقتی شما درگیر کارهای ضروری هستین به قدری استرس و فشار تحمل میکنین که اساساً نمیتونین در کارهای دیگه پیشرفتی داشته باشین. پس تنها جایی که توسعه فردی شما اتفاق میفته در حوزه کارهای مهمه. کارهای مهم ولی غیر ضروری هم اساساً نگرانی و استرس خاصی ندارن. به خاطر همینه که غالب مردم انجامشون نمیدن. اما شما میدونین که باید تمرکزتون روی چنین کارهایی باشه، چون آیندهتون بستگی به اونها داره، چون مواردی مثل تفریح و سرگرمی و اوقات فراغت و وقت گذراندن با خانواده و دوستان جزو کارهای مهم قرار میگیرن. این کارها عملا نقش روغن در یک دستگاهو دارن که اگه نباشه دستگاه به سختی کار میکنه و حتی از کار میفته. پس حذف این موارد میتونه برای شما عواقب بدی داشته باشه. نکته طلایی: برای بهبود کار مغز و کمک به فرایند تصمیم گیری های مدیریتی و بالا بردن سطح بهره‌وری باید یه راهکار کوچیک ولی اساسی رو مد نظر داشته باشیم. موسیقی های آرام و بدون کلام همیشه برای بیشتر مشکلات جواب بوده و هست. لیستی از این موسیقی ها داخل گوشیتون ذخیره کنید. قبل از شروع کارهای روزانه و به خصوص قبل تصمیم گیری های حساس حتما یکی دو تاشو پلی کنید تا روحیه شادتری داشته باشین و بهتر عمل کنید. اگه دوست داری راهکارهای بیشتری برای افزایش روحیه بهت بگم، حتما ویدیوهای بعدی رو ببین.